امروز جمعه هست، یکی از بهترین روزهای خداوند. روز جمعه هدیه‌ای است از جانب پروردگار برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند ما و شما را دوست داشته، هدیه خوبی برای ما و شما عطا فرموده. قدر نعمت جمعه را بدانیم. روز جمعه تنها برای نماز جمعه خوندن نیست، برای درد دل کردن هست، برای دور هم جمع شدن هست، برای به همدیگر سلام کردن هست، برای همدیگر را در خانه خدا در روز جمعه عفو کردن، بخشیدن، حلالی طلبیدن، حلال کردن، برای صله رحم کردن، برای توبه و استغفار کردن، برای صلوات و درود فرستادن صلی الله علیه و سلم. روز جمعه یعنی این. روز جمعه یعنی روز پیوند، روز به هم پرداختن، به هم نزدیک شدن، نه روز از هم فاصله گرفتن، از هم دور شدن، نه روز گناه و معصیت خدا. روز جمعه روز عید هفته هست. در روز عید باید خوشحالی واقعی تحقق پیدا بکند. همه از روز عید بهره مند بشن. فقیر احساس کمبود نکنه، ضعیف احساس ضعف نکنه، یتیم احساس بیپدری نکنه، برادر مسلمان احساس تنهایی و دوری نکنه. در جامعه اسلامی در روز جمعه و روز عید احساس بیمهری نشود. چه روز ارزشمندی خداوند برای ما قرار داده. آدمی زاده، اگر فرصتها رو غنیمت نشماریم هم زود پیر میشیم، هم زود مریض میشیم، هم زود ناتوان میشیم، هم زود عاجز میشیم، هم زود میمیریم. اینهایی که گفتم تو این آخر الزمان زود صورت میگیره. هم مردن، هم مریض شدن، هم پیر شدن، هم عاجز شدن. نگاه نکنید چقدر طب پیشرفت کرده. امروز بیماری با پیشرفت طب بیشتر شده. نگاه نکنید امروز چقدر مال و ثروت و معادن خودشو نشون داده. کمبودها بیشتر احساس می شود. نگاه نکنید که وسایل ارتباط جمعی و ارتباطاتی چقدر زیاد شده و سریع شده. قبلا یک چارپایی بود ولی مردم صله رحم بیشتر می کردن. امروز دو تا همسایه دیوار به دیوار وقت ندارن به زیارت همدیگر بروند. گرچه شهرهای با مسافت طولانی با ماشینهای خوب مثل همسایه دیوار به دیوار شده. ما در آخر الزمان قرار داریم. ایمانم در آخر الزمان اگر ایمان ضعیفی هم باشه مثل ایمان من بازم به درد میخوره.